سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم خیلی حالتون خوب باشه. خب این هم این بوستر درس اکتیویتیز باشه. سوال بچه ها چندین بار توی آزمون اومده قبلا در مورد یک مسابقه‌ای که تماشا کردیم. یعنی مثلا describe a sports match that you watched. خب پس میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. این رو میایم الگو قرار میدیم. خیلی از چیزای گذشته رو استفاده میکنیم. شاید یک سری تاپیک اسپسیفیک وکب هم بتونیم یاد بگیریم که اینجا استفاده بکنیم. من چند تا چیز رو نوشتم مثل to my dismay یا to our dismay که وقتی یه چیز ناراحت کننده برامون پیش میومد، ناامیدمون میکرد، عصبانیمون میکرد، استفاده میکردیم. on the edge of my seat استفاده میکردیم که خیلی هیجان زده بودیم. این استیچز داشتیم قبلا که میشد خیلی خندیدن. احساساتمون قبل از انجام یک کاری، میخوام بگم که قبلش نمیخواستم این مسابقه رو نگاه کنم با دوستان و اینکه چی شد که قبول کردم برم نگاه کنم و چه اتفاقاتی افتاد. من سعی میکنم پله پله همه چیز رو توضیح بدم که اگر چیزی هست که سخته قشنگ متوجهش بشیم. من اولا داستان واقعی میخوام تعریف بکنم. حالا شما میتونید این رو برای خودتون تغییرش بدید. میتونید همین رو توی ذهنتون داشته باشین که اگر همچین سوالی اومد یک باری که با دوستات یه کار کردی، ببینید کاملا متفاوته، اصلا اسم ورزش هم توش نیست. یک باری که یک مسابقه رو با دوستات دیدی، یک باری که با دوستات یه کاری کردی، یک باری که یه چیز مثلا هیجان زده بودی. اینها همه میشه این کارو، این چیزایی که امروز میخوایم بگیم رو براشون استفاده بکنیم. حالا شما گفتم میتونید یه تغییراتی توشون بدین، میتونید همین رو همینجوری یاد بگیریم ولی جمله به جمله دقیق حفظ نکنید. خب اولش بیایم در مورد چی صحبت بکنیم. بیایم در مورد این که کی بود و چی بود اصلا صحبت بکنیم. میخوام بگم مسابقه جام جهانی بود. ایران میخواست، حالا دقیقا یادم هم نیست که این اتفاقی که میخوام تعریف کنم مال ایران و پرتغال بود یا ایران و اسپانیا بود توی مسابقات جام جهانی. خب پس این که when کی بود و حالا چی بود این جزئیات رو دیگه میگم. اینجا احساساتم قبل از انجام اون کار رو یا اصلا چه اتفاقی افتاد که مثلا دوستم پیشنهاد داد و اینها، من چون اینها رو دیگه تمرین کردیم همین که می نویسم how I felt همش یادم میاد که دوستم پیشنهاد کرد این مسابقه رو توی خونش ببینیم. اولش من نمیخواستم برم، این احساسمه. حالا چه اتفاقی افتاد که رفتم همش رو دیگه یادم میاد بلافاصله بگم. میخوام بگم he wouldn't take no for an answer، نه قبول نمیکرد، یا he talked me into it، متقاعدم کرد. دیگه رفتیم اونجا و مسابقه رو ببینیم. حالا این مال کی بود و این مال وقتی بود که میگفتیم چه اتفاقی افتاد قبلش، چه احساسی داشتم قبلش و آخرش چی شد رفتیم. میتونم در مورد احساساتم قبل از شروع مسابقه بگم. How I felt، ببینید حالا شبیه هم شد before the match، وقتی اونجا بودیم خیلی هیجان زده بودیم. دیگه چی میتونیم بگیم؟ خود مسابقه چطوری بود؟ خیلی هیجان انگیز بود، ما یکم بهتر بودیم، اسپانیا یکم بهتر بود. این چیزا میخوام بگم خیلی ساده هم میتونیم انجامش بدیم با همین ساختارها و جملاتی که یاد گرفتیم تا الان، ولی بعدش هم سعی میکنیم یکم چیزای جدیدتر یاد بگیریم. این که بگیم how the game was، خیلی اینتنس بود، خیلی هیجان انگیز بود، اصلا من همش لبه صندلیم نشسته بودم، اون اصطلاحی که به کار میبردیم.
خیلی خراب کردیم موقعیت، واقعا کلافه شده بودم. این احساساتمون رو اینجوری ابراز میکنیم. How the game was و بازم how I felt که یادم نره که میخوام احساساتم رو هم اینجا همزمان بیان بکنم. قبلا گفتم که خیلی وقتا دارین خاطره‌ای که تعریف میکنید مثل حالا مهمونی یک مورد جزئی ممکنه اضافه بکنید، یعنی از داخل اون بولد بکنید و در موردش بیشتر توضیح بدید. من اینجا میگم خاطره واقعیه ولی اینجا همین کار رو میخوام بکنم. اگر هم نبود شاید این رو اضافه میکردم الکی، یعنی میخوام بگم اگر خاطره واقعی هم نبود یه چیزی اضافه میکردم که 20 ثانیه 30 ثانیه در مورد اون موقعیت اسپسیفیک صحبت بکنم. چون قبلا تمرین کردم اینجا مهارتم رو توی صحبت کردن نشون میدم، فلوئنت‌تر صحبت میکنم، گرامرایی که یاد گرفتم و کلمه‌ای که یاد گرفتم رو استفاده میکنم. خب اینجا میخوام بگم چی what happened in the middle of the game. شما تمرین که کرده باشین از قبل اینجا خیلی کوتاه هم بنویسید، مثلا in the middle of the game یا what happened، یادتون میاد. به کیوردتون نگاه میکنید و شروع میکنید صحبت کردن، همش با هم یادتون میاد. خب بعدش هم که یک موقعیت یادم چندین سال گذشته که آخرین دقیقه بازی بود، طارمی موقعیت داشت که گل بزنه و ما ببریم اگر اشتباه نکنم. بازی مساوی تموم شد و موقعیت رو خراب کرد. من همین رو میخوام بگم. What happened at the end و میتونیم advantage رو بچه اینجا میخوام بگم. اینجا میخوام بگم که خاطره شد این برامون، حالا هر موقع بهش یادمون میاد میخندیم. اینجا ادوانتج من میشه، ادوانتج این اتفاقی که افتاد. و دیگه چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه که بخوایم در مورد این بگیم. حالا صحبت بکنیم ببینیم چی میشه. این رو پله پله با هم میرم، بعد یک بارم با هم کلا میگم آزادتر صحبت میکنیم. این رو پس پله پله با هم میریم. خب when it was a couple of years ago when our national football team was supposed to play against Spain. چندین سال پیش بود که تیم ملیمون our national football team was supposed to، من اینجا بنویسم اگر عبارتی هست، was supposed to play against Spain. was supposed to play against Spain. One of my friends suggested we watch the game at his place. But at first I said no. اولش گفتم نه because I thought they would easily defeat us. اولش گفتم نه چون فکر کردم راحت شکستمون میدن. آینده در گذشته است. I thought they would easily defeat us. So I didn't want to go and watch the game. I thought it would be just pure disappointment. یه ناامیدی مطلق خواهد بود. But my friend wouldn't take no for an answer and long story short he talked me into it. ولی دوستم نه قبول نمی کرد. He wouldn't take no for an answer. So long story short خلاصه بکنم he talked me into it. متقاعدم کرد. ببینید اصلا طولانی نکردم این بحثو چون این بحث اصلیم نیست. من قراره اون مسابقه رو چیز بکنم، describe بکنم. Anyway, before the game began, we were all hyped up. قبل از یه مسابقه شروع بشه ما hyped up بودیم، یعنی خیلی excited بودیم، مثلا آروم و قرار نداشتیم. یا چیزایی که قبلا خوندیم
we couldn't have been more excited before the game began. بیشتر از اون نمیتونستیم هیجان زده باشیم قبل از اینکه مسابقه شروع بشه. یا I can't tell you how excited we were before the game began. نمیتونم بهت بگم چقدر ما هیجان زده بودیم قبل از اینکه مسابقه شروع بشه. خب حالا میخوام برم کل مسابقه رو الان توصیف کنم. با یه تاپیک سنتنس شروع میکنم. میگم It was an intense game. یک مسابقه خیلی پرفشار بود. یا It was an exciting game. یه مسابقه خیلی هیجان انگیز بود. I was on the edge of my seat the entire time. I was on the edge of my seat the whole time. کل مدت من لبه صندلیم بودم. میگم اصطلاح خیلی هیجان زده بودم. Spain was much better, obviously. You know how strong they are, how good they are. But we were not that bad. اسپین خیلی بهتر بود ولی ما هم اونقدر بد نبودیم. We were not that bad. But we made so many mistakes. We could have played a lot better. I mean, if our team had just been a bit sharper, we could have won. اگر تیممون یک کم باهوشتر می بود, if our team had been, بچه خیالی گذشته است دیگه بارها داشتیم, if our team had been a bit sharper, we could have won. میتونستیم ببریم. یا we would have won. میبردیم. There were moments when it felt like, and there were moments when we felt like if we had been a bit luckier, we would have pulled off a win. یه لحظه هایی هم بود که اگر خوش شانس تر بودیم, که احساس کردیم اگر خوش شانس تر بودیم میتونستیم راحت ببریم. پس میگم چی؟ میگم and there were moments, adjective causesشو میارم, چه لحظاتی که we felt like یا it felt like این احساس با آدم دست میداد. مثلا if مثلا we had more luck, شانس بیشتری داشتیم. یا if we had been a bit luckier, یکم خوش شانس تر بودیم. if we had more luck, می بردیم. نتیجه خیالی گذشته است. we would have won. یا we would have pulled off a win. pull off رو قبلا داشتیم یعنی موفق شدن. pull off a win یعنی موفق می شدیم یه برد داشته باشیم. and you know at some point, حالا میخوام برم اون خاطره جزئیه رو بگم. من وسط بازی انقدر که توی جو بازی اسیر شده بودم و موقعیت خراب میکردیم, یه جایی فلاسک چایی رو برداشتم که بکوبم زمین. حالا میخوام در این مورد صحبت بکنم. میگم at some point, بچه نوع شروع کردن, همین که میخوام برم کیورد بعدی رو چجوری شروع بکنم خیلی نکته مهمیه. میخوام بگم یه جایی وسط بازی اینجوری شد. At some point during the game when things were getting heated, when things were getting intense, یه جایی وسط بازی وقتی اوضاع داشت خیلی پرفشار میشد یا هیتد میشد, خیلی گرم میشد,
I reached for my friend's tea flask. رفتم سراغ اون فلاسک دوستم. And I don't know what came over me. نمیدونم چی به سر من اومده بود. چه احساسی به من غلبه کرده بود. That I just felt like smashing it down onto the floor. احساس میکردم میخوام بکوبم این زمین. یعنی میخواستم بکوبم این زمین. At this point, my friend was like, "What are you doing? Be careful with that flask. It's an expensive one." And he was trying to get it back from me. و داشت سعی میکرد که از من پسش بگیره. I could see the panic in his eyes, which was hilarious, especially now that we look back on it. You know, every time بچه دارم advantage رو میگم. پس میخواستم بکوبم این زمین. دوستم گفت داری چیکار میکنی؟ He was like قبلا داشتیم. He was like گفت یعنی الان میخوام ریپورت مستقیم بکنم. He was like, "What are you doing? Be careful with that flask. It's an expensive one." داری چیکار میکنی؟ مواظبش باش. جملات مستقیم خودشو گفتم. And he was trying to get it back from me. و داشت سعی میکرد که از من پسش بگیره. Every time we talk about it, هر بار که در موردش صحبت میکنیم, it just has us in stitches. کلی میخندونتمون. پس این شد advantageش. و حالا میخوام برم سراغ اون اتفاقی که آخر بازی افتاد. And you know, to top it all off, دیگه بالاتر از همه اینا، دیگه گل سرسبدش مثلا, to top it all off, in the last couple of minutes, توی چند دقیقه آخر, with like 2 or 3 minutes left, one of our players, یکی از بازیکنامون, whose name is, این رو هم داشتیم که اسمش هست تارمی, whose name is Taremi, one of our players, whose name is Taremi, had this golden opportunity to score from inside the box. از توی باکس موقعیت طلایی داشت که گل بزنه. But he just ruined it. خرابش کرد. He just wasted that opportunity. حروم کرد اون موقعیت رو. I can't tell you how frustrated I felt. We were so angry that we lost it for a second. اصلا انقدر عصبانی بودیم. این ساختار رو هم داشتیم بچه‌ها. انقدر عصبانی بودیم. We were so angry that we lost it for a second, yelling at the screen and throwing our hands up. اصلا از کنترل خارج شدیم یه لحظه. داد میزدیم روی صفحه تلویزیون. And throwing our hands up. دستمون رو حرکت میدادیم و از این حرف. And after the final whistle, دیگه تموم شده کارم. After the final whistle, we were all quiet, trying to process what had happened. ما هممون ساکت بودیم. داشتیم پردازش میکردیم، پراسس میکردیم اتفاقی رو که افتاده بود یا اتفاقاتی رو که افتاده بود. خب خیلی چیزا رو داشتیم، مثل تو my dismay رو استفاده نکردم، فکر کنم استفاده نکردم. تو our dismay, on the edge of our seat, in stitches, future in the past استفاده کردیم. wouldn't take no for an answer, نمیدونم. و یکی دیگه talked me into it. و ساختارهایی مثل so angry that, انقدر عصبانی بودیم که نتیجهش رو می آوردیم. we couldn't have been, I couldn't have been, بیشتر از اون نمیتونستم. مثلا I couldn't have been more excited. بچه به تأکیدات دقت بکنید. I couldn't have been more excited. خیالیای گذشته دیگه بگم. چی دیگه داشتیم؟ آها. I can't tell you how excited we were. سعی کردم اینها مرور بشه.
ما تقریبا حالا بغیر از اسکور مثلا he had a golden opportunity to score یک موقعیت طلایی داشت که گل بزنه ولی بغیر از این خیلی تاپیک اسپسیفیک وکب نداشتیم که مخصوص فوتبال باشه مخصوص اون گیمه باشه آلردی خوبه ها یعنی شما همین رو خوب اجرا بکنید ممکنه نمرتون 7.5 بشه توی آزمون بسته به چی اینکه چقدر من خوب تلفظا رو رعایت میکنم کانکشن ها رو رعایت میکنم میخوام بگم فقط وکب نیست طبیعتا ما همیشه اینها رو گفتیم و اینکه پارت‌های دیگه رو چیکار میکنم آیا من انسجام لازم رو دارم یا یه جا خیلی خوب عمل میکنم یه جا دیگه اصلا نمیتونم دیگه صحبت بکنم ولی میخوام بگم ولی میتونیم یه سری وکب هم داشته باشیم یه چیزای ساده مثلا نمیدونم پاسهای ضعیف میدادن سوتی میدادن نمیدونم دیگه چی میتونیم در مورد به تیرک زدیم we hit the bar زدیم به بار یا تیرک مثلا دیگه چیزای خوب ساختارا فلوئنسی همه اینا خوب بود یعنی میخوام بگم نگران نباشین که حتما مجبورید اون کلمات رو به کار ببرید ولی خب اگر بلد باشین میتونه کمک بکنه یه جایی میتونه یه جایی ضعفای دیگه رو پوشش بده خب پس بریم یک بار دیگه انجام بدیم من میخوام چیکار بکنم من میخوام دوباره کیبورد هام رو بنویسم کی بود همین حدودی میگم کی بود how I felt before I went که اینجا بنویسم که مشخص بشه قبل از که برم اونجا how we felt before the game دیگه خود گیم چطور بود how the game was بازی چطور بود what happened اون اتفاق اسپسیفیکی که میخواستم بگم اون اتفاق جزئی که افتاد بین ما ادوانتج اون که هر دفعه یادمون میاد میخندیم و what happened finally what happened at the end یا toward the end آخراش و همین دیگه اینها رو سعی میکنیم ببینیم همون کلمات رو میتونیم استفاده کنیم به علاوه کلمات دیگه یا نه خب it was a couple of years ago when Iran was supposed to play against Spain. Iran national football team was supposed to play against Spain in the World Cup. توی جام جهانی ایران قرار بود بازی بکنه. My friend suggested we watch the game at his place, but at first I was reluctant. I didn't want to go, to be honest, because I thought they would easily beat us. So what's the point, huh? I thought it would be pure disappointment. But my friend wouldn't take no for an answer. So long story short, he talked me into it. Before the game began, we were all hyped up. We couldn't have been more excited. We couldn't wait for the game to begin. It was an intense game. I was on the edge of my seat the whole time. Spain, you know how strong Spain is, right? Spain obviously had the upper hand. Spain obviously had the upper hand. But we were holding our own. We were holding our own. ما هم حتی خودمون برمی اومدیم. We were not that bad. ما هم اونقدر بد نبودیم. In fact, I believe if our team had been a bit smarter, had been a bit sharper, we would have pulled off a win. And, you know, honestly, there were moments when it felt like if it had a bit more luck, we could have won. But, anyway, I think
our team made a lot of mistakes, lots of blunders, lots of blunders, lots of poor passes, and missed opportunities, which is a shame, right? In an important game like this, and missed opportunities, and missed opportunities. Comments دادم which is a shame in an important game like this که خیلی بده، خیلی حیفه توی همچین مسابقه مهمی. کامنت دادم روش، پس adjective clause جمله‌ای استفاده کردم. You know, in the middle of the chaos, وسط این بحبوح هرج و مرج, there was this point where something funny and weird happened. I was just so frustrated that I grabbed my friend's tea flask and I was close to smashing it down onto the floor. انقدر frustrated بودم که grab کردم، این رو برداشتم و I was close to smashing it down و نزدیک بودم به کوبیدن زمین. My friend was like, what are you doing? It's an expensive flask. Be careful with that. Just put it down. And he was literally trying to wrestle it, out of my hands. He was trying to wrestle it out of my hands. من مخصوصا حواسم بود که اونجا بگم he was trying to get it back from me که خیلی هم عالیه، هیچ مشکلی نداره. ولی درگیری رو وقتی با یکی درگیری فیزیکی پیدا میکنی که از دستش یه چیز بگیری، از همون کلمه کشتی گرفتن استفاده میکنن. یعنی he was trying to wrestle it out of my hands. So he was like, what are you doing? It's an expensive one. Be careful with that. And he was trying to wrestle it back from me or wrestle it out of my hands. I could see the panic in his eyes, and which was hilarious. Looking back, it was pretty funny how he reacted and, the way he was trying to get it from me. Every time we talk about it, it just has us in stitches. Anyway, in the last couple of minutes, one of our players, whose name is Taremi, had this golden opportunity to score, but he fluffed it. He was right in the box with the goal wide open. دروازه جلوش خالی باز بود. He was in the box. توی محوطه اون جریمه بود. And he fluffed it. He fluffed it. موقعیت رو خراب کرد. I can't tell you how angry we got. We lost it for a second. We were just yelling at the screen and throwing our hands up. It was just pure frustration. And then there was the final whistle. And when the game ended, we were just quiet, trying to process what had happened, and then going over, the whole game. و بعدش هم کل مسابقه رو مرور میکردیم. خب چی داشتیم پس؟ had the upper hand، دست بالا رو داشتن، شبیه فارسی خوشبختانه. But we were holding our own. ولی ما هم از پس خودمون برمی‌اومدیم. Our players were not that sharp. They could have been sharper. میتونستن باهوش‌تر باشن. They made so many mistakes, blunders, poor passes, missed opportunities, which is a shame, or which was a shame, which was too bad.
بلاندر بچه هم میشه سوتی، پور پس هم که میشه همون بد پس، اون پاس ضعیف و بد، موقعیت های از دست رفته. What happened at some point during the match in the middle of the chaos، وسط این هرج و مرج. دیگه چی داشتیم؟ دیسکورس مارکرهایی مثل looking back یا every time we talk about it، حالا که ساختارمونه، هر موقع در موردش صحبت میکنیم it has us in stitches، کلی میخندونتمون. اونجا هم که شد in the last couple of minutes، دقایق آخر بودیم، he was trying to wrestle it out of my hands، داشت سعی میکرد تقلا میکرد اینو از من بگیره و he fluffed it. دیگه فکر نمیکنم کلمه ای داشته باشیم که سخت بوده باشه، یادم نمیاد چیزی. حالا دیگه تمرین‌ها رو هم انجام بدید، اینها همه مرور میشه، کلی هم که از درسای قبل مرور شد، میگم مثل این استیچز، مثل future in the past که گفتیم. حالا کلماتی بچه‌ها مربوط به اسپورتس دست کم نگیریم، همون کلماتی مثل بیت، مثل دیفیت، اینایی که استفاده میکنیم. حالا اگر بتونیم اینا رو هم استفاده بکنیم که چقدر بهتر. ولی همون دفعه اولم که صحبت کردم بچه‌ها، اگر بتونید خیلی طبیعی صحبت کنید، میخوام بگم همه چیز کلمه نیست، همه رو با هم یاد بگیرید. خیلی وقتا شما خیلی چیزای ساده‌ای رو میتونید به صورت خیلی حرفه‌ای بیان بکنید و راحت نمره 7 و 7.5 بگیرید. برای بالاتر دیگه باید وکبا خیلی خاص‌تر بشه. یعنی تمامی کلماتی که استفاده میکنید باید اون کلمه دقیق اون موقعیت باشه. مثل اونجایی که گفتم get it back from me، اینجا میگم wrestle it out of my hands، کلمه دقیق تریه. این برای نمرات بالاتره. میخوام بگم همون ساده هم که صحبت بکنید ولی چند تا کلمه خاص هم باشه و بتونید قابل فهم، طبیعی، نه اینکه حفظ شده، مشخص باشه که یه چیزی دارین میگین اصلا حواستون نیست، 30 ثانیه بعد خودتون رو نقض میکنین، نمرتون رو راحت میگیرید. شما عالی هستید. همین که تا اینجا اومدین یعنی خیلی تلاش کردین، خیلی درس‌ها رو گذروندین تا به اینجا رسیدید و من مطمئنم کلی چیزها براتون مرور شده و هی داره این پروسش طی میشه و خیلی چیزا داره براتون عادی‌تر و عادی‌تر میشه. حسابی بهتون خسته نباشید میگم. با هم تا آخرش میریم، نمره هدفتون رو میگیریم.